خدمت شما دوستان عزیز و از علاقه من به بازی ای فوتبال 2024 امروز اومدم به یک آموزش خفن بریم که داشته باشیم. آموزش ما امروز 18 دی ماه 1402. آموزش ما درباره اینه که چطوری بازیکن رو به لول مکس یا همون لولش رو بالا ببریم. چطوری الان میگم. بچه من اکانت قبلیمو سیو کردم، یک اکانت دیگه باز کردم. الان یه هفته است دارم بازی میکنم. نکنید بازی کنم به جز یکی همشون مکسن، لول مکسن. نگاه کنید فقط این مکس نیست. رودریگوز که بعدا میخوام مکسش کنم، نکنید مکسه تمام. حتی نیمار، رونالدو، هالند، بارکولا، دیبروینه، رودریگوز، نه ببخشید باستونی و اوکی. ببینید حالا میخوام چیکار کنیم. 2 تا روش هستش، البته 3 تا. اونو سومی رو همتون میدونید، اون ترنینگ که بازی میکنید و میخرید. این بازی که این روشی که من میخوام بهتون بگم خیلی کاربردی و خوبه. این روش اول باید 500,000 جی پول داشته باشید که من الان 276,870 تا دارم. بعد میایید اینجا به سراغ کاراکتر نکنید، بعد میکشید اینور به روی لوئیس آرتتا یا همون سرمربی میزنید که سرمربی آرسنال. بعد میایید اینجا به جایگاه چی مربی ها. شما اینجا فقط یه مربی بخرید، لول ریتینگ تیمتون 500 تا میره بالا. هر شماره‌ای که مثلا هالندتون مثلا 95 میشه 97، یا مثلا هافبکتون که 96 میشه 100، مثل نیمار من که 96. با این مربی اول ببینید رویز ای رومان 500,000 جی لازم داریم که اونو بخریم و ریتینگمون میره بالا. اونو میخرید، بعد میید اینجا میذارید روی سرمربی ها، نکنید مثال الان من میخوام سرمربی ما عوض کنم، نکنید میام روی سرمربی میذارم که هم اول داده بود. اوکی نکنید ریتینگ جام ببین چقدر اومد، این 262,627. اما برم این ور ژاوی انتخاب کنم، نکنید هر چقدر که بره بالا اونقدر خوب داره باشید. نکنید ریتینگ هم شد 2885. و اما بزرگترین و بهترین مربی ایشون هستش که ببینید چقدر ریتینگ رو میبره به بالا. این روش اول. قبل از اینکه روش دوم بگم، خوشحال میشم چنلمو سابسکرایب کنی، لایک رو بزنی و اینو بفرستی برای کسایی که علاقه‌مند هستن و اون زنگ رو هم تکون بدی تا هر وقت یک اینجوری آموزش یا چیزی برات گذاشتم که کاربردی و به دردت میخوره بیای اونو زودتر ببینی و جلوی دوستات کم نیاری. بریم روش دوم. من از بازی خارج میشم. ببینید من از بازی خارج شدم. حالا میخوام بریم این پایینتر. من رفتم. بله این پایینتر یه برنامه هست به نام ای فوتبال هاب. بذارید بهتون نشون بدم. نکنید ای فوتبال هاب. اینو میتونید از فروشگاه، بازار یا مارکت هم دانلود کنید، ولی به نظر من از فروشگاه دانلود کنید هم نسخه جدیدش خوبه، هم 2024 دیگه. بعضی چیزا هم تو فروشگاه هستش، تو این برنامه که تو مارکت نیست. میریم توی ای فوتبال ها. فقط یه ذره این جدید یه ذره طول کشید، اصلا از بیرون نیایید. اپلیکیشن احتیاج نداره، از بیرون نیایید، یه ذره وقت میخواد تا این بیاد بالا. تو اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن و اگه لایک نکردی لایک کن. قول بده اگه این واسط کاربردی بود و کار کرد سابسکرایب رو یادت نره. میریم ببخشید اینجا بالا جستجو رو به هیچی دست میدیم، جستجو رو میزنیم. مثلا من میخوام رونالدو رو مکس کنم.
رونال، من نزده رونال زدم اومد. کریستیانو رونالدو. شما میگیرید میاید تو. شو اینجا تمام کاراکترهایی هستش که رونالدو تو زمانها یا مکانهای مختلف اومده. شما بین اینها اونو که گرفتید رو انتخاب میکنید. من میرم پایین برم پایین. بله نگاه کنید من اینو خریدم. ببخشید من این رونالدو رو خریدم. نکنید دیدید من همین خریدم. میرم میزنم روش. بریم ببینیم. بله مکسش چقدره؟ 97. ولی من 96 تا کردم. چرا؟ اونو همینجا میدونم. من خودم مکس نکرده بودم. از وقتی رونالدو رو که اول مکس کردم نمیدرستم این روشو. بعد اومدم این پایین نگاه کنید. بخشید یه ذره. نگاه کنید اینو لول مکس نوشته. لول مکس. اونو زدم دیدم ببینم چیه، کنجکاوی کردم دیگه. دیدم چی؟ بله همه چیشون اینجا میگه که اگه اینا رو قوی کنی رونالدو میشه چی؟ 97. یعنی گوگو میکنن از وسط میدون شوت بزنه میره تو دروازه. نکنی اینا رو. تمام بازیکن‌ها اینطوری میتونن بکنن. و این آموزشون هم به پایان رسید. خوشحال میشم لطفاً این کانال منو سابسکرایب کنید، لایک رو بزن، زنگوله رو تکون بده که من هر وقت یه ویدیویی یا آموزشی واسط گذاشتم که کاربردی و خوب باشه بیا نگاه کن، جزئیات کم نیاری، اکانت خوبی رو داشته باشی. و اگر تا آخر این هفته 1000 تایی باشیم یه جایزه میدم، یه گل کشی میندازیم که 2 نفر در ای فوتبال با هم بازی میکنن، برنده اونا یک جایزه از طرف بنده دریافت میکنه. خدا یار و نگهدارتون باشه.